جایگاه دیگه اصلا خوب نیست. چرا نگرش داری؟ مرسی. دکتر باید بگید دادم یکی میگم بگی دستتو مردم ببین این الان فیلم میره تو کجا؟ نه همینجا اصلا بیاده تو کار اونو با همینجا باشه بهتر مردم ببینم بهتر نه بر میکرد خیلی تو در تلویزیون بیان بر کرد آره اون بریم تو برگردیم تو بچه من بیمارستان جواب نمی‌کنم که بیام نه نمیدونم نه این انشا رو ببینم تازه فقط اینا که زخمی بودن آوردن اینجا تازه فقط این بیمارستان‌های دیگه اونایی که من خودم دیدم دیروز هشدار که اصلا نیوردن شنبه وقتی که از شرکت در اومدیم خیابون گذار افتادیم ولیعصر به ولای علی داشتم با تیر می‌زدم به حضرت عباس در وقتی چجوری می‌زدم بی‌مجرا نمیدونم بیام آدم بی‌ناموس این حرفا نیست بابا ما هم شهید دادیم ولی دیگه زن بچه مردمو چرا میزنیم بی‌ناموس کافی طرفا این ماموری که 2 متر نیم قد داره هیکلش آرنولد از کجا آوردید این بی پدر مادرای لبنانی که پدراشون شهید شدن آوردید در 12 سال پیش همه میدونن به حضرت عباس چنان زن و بچه مردم همه از شرکت اومده با کیف دختر من چنان میزدن وحشت اصلا ما خودمون وحشت کردیم کجایی به این میگن کشور آزاد کجایی کشور آزادی داره اسلام کجا اسلامیه کجای اسلامی با کی اسلام برداری جنگ شرف خامنه بود در حکومت اسلامی جمهوری اسلامیه 8 نفر کشته دادیم خانم 8 نفر دیگه توی بیمارستان مردن اعتصاب کشتن بله دکترها اعتصاب کردن مرده آوردن فقط توی بیمارستان میگم که میبرم آمپول میزنم چیکار میکنم بعد دستم مدتی کار میکنه میرم